مهران مدیری رو خیلی هم دوست داشتم، ولی برخوردهایی دیدم، واقعیت دیدم که انگار از این که به وسیله من اومده تلویزیون ناراحت. کدام مجلس انقراض سلطنت قاجار را تصویب کرد؟ اینا شوهر دارن، بچه دارن، خواهر دارن، برادر دارن. یک بار پخش شد کافیه دیگه. خنده هایی میکردم و فضا رو میبردم به سمت شوخی اگزاجره که اصلا کسی به این فکر نکنه که ایشون مثلا فلان ضرب المثل بلد نیست. نرود میخ آهنین؟ نرود میخ آهنین به کجا؟ به آهن دیگه. علی دایی هنوز علی داییه، هیچ فرقی نکرده. من نوعی شاید بتونم دست یه نفر دو نفر رو بگیرم. مجری، گوینده، دوبلور، بازیگر، طنزپرداز، کارگردان و یک استاد کاردان، داریوش کاردان عزیز مهمان این قسمت برنامه من هستن. سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. ارادت دارم. باقی رضازاده یک مصاحبه کردین شما، حالا ریز بشیم تو دیتیل برنامه‌هاتون و یه سری ضرب المثل ها رو از حسین رضازاده پرسیدید و خب نتونست جواب بده. کات با این کاری نداریم. چند سال بعد که ایشون اومدن تو شورای شهر و شما شاهد این تصویر بودید، چیزی گفتید به خودتون؟ تو خودتون ریاکشنی داشتین؟ در زمانی خب شورای شهر جای مهمی شد یواش یواش و استفاده از سلبریتی ها در سیاست در همه جای دنیا مرسومه. بله. مایکل جکسون هم میومد واسه ریاست جمهوری آمریکا میرقصید و میخوند. بله. و اینجا مد شد دیگه. وظیفه اونا بود که یا هست هنوزم که بگن این آقا که مثلا 400 کیلو وزن رو بلند میکنه، بله. آیا میدونه شورای شهر یعنی چی؟ آیا میدونه مثلا اصلا تعریف محدوده 25 ساله چیه؟ میدونه چجوری عوارض میگیرن؟ وظایف شهرداری چیه؟ خب اینا باید تست گرفته میشد. در اون لحظه من سعی میکردم برنامه از دست نره. یعنی اینکه خنده هایی میکردم و فضا رو میبردم به سمت شوخی اگزاجره که اصلا کسی به این فکر نکنه که ایشون مثلا فلان ضرب المثل بلد نیست. بله. یا حتی به خودم هم میگفتم چه میدونی، شاید داره عمدن میگه بخندیم. بله. یه سوزن؟ سوزن 1 متری باشه 2 متری. نرود میخ آهنین؟ نرود میخ آهنین به کجا؟ به آهن دیگه. خنده بر هر خنده بر هر همه واجب است. ببینید اون موقع شاید اینا مثلا حتی پخشش خوبم بود، یعنی برای بیننده جذاب هم بود. بله. مثل همون مسابقه‌ای که من اجرا کردم و اون خانم ها و آقایون که البته متاسفانه فقط تو فضای مجازی این بخش خانم ها هی بولد میشه، چی میگن، ترند میشه، بله، وایرال میشه. و حالا روبونم من حرف دارم که اصلا صحیح هست یا نه. تمام کسانی که از من سوال کردن که این خانوما چرا بلد نبودن، اینا را از کجا پیدا کردید آوردید، در همون لحظه ازشون پرسیدم خب کدام مجلس انقراض سلطنت قاجار بود؟ موندن. شما میخندین چون اون بلد نیست ولی خودتونم بلد نیستین. همین الان فکر کنم منم بلد نیستم. خب اون موقع که میپرسیدم خود منم بلد نبودم. نه اینکه شما بیای 7 سال یه سری خانم رو مورد تمسخر قرار بدی و شبکه 3 بیاد طنزشو درست کنه، من و تو بیاد عروسک منو درست کنه و شروع کنه با دیگران مصاحبه کردن و سوال جواب کردن و بعد تو شبکه 3 تا 2 سال این مسابقه رو به عنوان طنز توی خنده بازار بذارن. کمخونی ناشی از کمبود کدام ماده غذایی در بدن انسان است؟ گوشت قرمز. گوشت قرمز خب یک نوع غذاست که خانم شماره 9 کدام مجلس انقراض سلطنت قاجار را تصویب کرد؟ مجلس خبرگان. سلطنت قاجار، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی. اونم نمیگم بده ها،
آخه از چه جهت من میگم بد استاد؟ به خاطر خانواده های همون نفرات. بله، اینا شوهر دارن، بچه دارن، خواهر دارن، برادر دارن، یا شاگرد دارن یا استاد دارن. یک بار پخش شد کافیه دیگه. 2 بارم تو فضای مجازی گذاشتید خندیدید کافیه دیگه. دقیقاً. اگر شما یه همچین نقطه ضعفی داشته باشی و همه کشور و حتی خارج از کشور به اون بپردازند، خوشتون میاد. آقای مدیری با کار شما ورود پیدا کردن توی حالا تصویر، ولی خب خودشون اینو انگار تایید نکردن. شما از این تایید نکردن این حرف ناراحت شدید؟ نه، برای خودم. آها. من هر وقت اسم اسرانه یا نوروز 72 در تلویزیون یا برنامه 39 میاد، میگم زنده یاد مهرداد خسروی. ما با هم شریک بودیم تو نوشتن، تو اجرا، تو کارگردانی. رفیق عزیز من بود که خب متاسفانه زود رفت. رویشون شاد باشه. حق اونه که نباید نادیده بگیرم من. و قرار نیست کاری که دیگری کرده به نام خودم بزنم. خب که چی بشه؟ این که یه نفر یه چیزی بسازه تو بیایی من ساختم، اتفاقی نمیفته. الان هر چی قرار بود بدم، خب بدم به تو. اصلا اونم مال تو، اون یکی هم مال تو. من مهران مدیری رو خیلی هم دوست داشتم، ولی برخوردهایی دیدم، واقعیت دیدم که انگار نمیدونم از این که به وسیله من اومده تلویزیون ناراحت. مثلا شاید خودش میومد بهتر بود. چرا؟ برای اینکه منتظرم آقای همسایه تلفن بزنن و شعرشون رو برای بنده و بینندگان عزیز بخونن. بله، این هم باز هم مطلبی بود که به هر حال در برنامه امشب شنیدید. ولی شما وقتی میای میگی اون برنامه رو من ساختم و حتی کار به جایی میرسه که بعضی از بازیگران و اونم میگن کار فلانی بود، اصلا منو قبول ندارم. و خیلی هم سکوت کردن وقتی اینا گفته شد. خوب گفته بشه. من چیزی از دست ندادم. من بعد از اون برنامه 39 ساختم، 38 تا بازیگر جدید معرفی کردم. نوروز 75 رو ساختم، شهاب عباسی رو آوردم، هادی کاظمی رو آوردم، محمد رضا علی مردانی رو آوردم، ماشاءالله، مجید آقا کریمی رو آوردم. هر سال آهنگساز، بازیگر، نویسنده جدید. این وظیفه منه و کیف میکنم که این وظیفه رو تا جایی که دست و بالم باز بود انجام دادم. حالا ولمون کنین آقا، مردم بخندن، لذت ببرن، هر کی هر چی دلش میخواد بگه. و اینکه دورمی هم دعوت شدین نرفتین، درسته؟ بله. خب برای اینکه هم ولی خوب میشد، شاید اون دوره همی رو میرفتید پخش نمیشد. آخه من قطعا چیزایی میگفتم که پخش نمیشد، نه در مورد خود ایشون، بلکه در مورد مسائل اجتماعی هم. خب به هر حال من حرف داشتم بگم و حرفای من تقریبا همیشه نصفش حداقل غیر قابل پخش بوده. با علی دایی گفتگو کردید 82 اگر اشتباه نکنم. همون حوالی. آره 82 بود. آره میخوام بدونم اون علی دایی با این علی دایی که الان میبینید فرقی کرده؟ من دوست دارم که اگه بتونم تا روزی که زنده هستم بتونم کاری بکنم. شاید خیلی ها بیان پیش من نتونم کاری بکنم، اونو باید به حساب این بذارن که نمیتونم. تو من نوعی شاید بتونم دست 1 نفر 2 نفر رو بگیرم. موقعی که بهم گفتن قراره بیاد صندلی داغ کیف کردم. خب ایشون هم منو نمیشناخت. ما قبل از اینکه بریم تو استودیو یه جایی بودیم، رفته بودیم نهار بخوریم، ایشون هم همونجا داشت نهار بخورد با دوستاش جدا. ولی آره یه جای دیگه نشسته. بعد ما سلام علیک کردیم و ایشون هم سلام علیک. بعد اومد تو استودیو دیده من مجریم. خیلی علیه، خیلی باحاله و خب منم ترکم، هم ارق ترکی دارم و هم این که چقدر مشتی بود، چقدر باحال بود، خیلی دوست داشتنی بود و گفتگوی ما هم رفت به سمت طرفداری از مردم و کمک به این و اون و چقدر پا به پای هم رفتیم جلو. فکر میکنم که علی دایی هنوز علی داییه، هیچ فرقی نکرده. حالا بگیم پولدار شده، خودش کار کرده، اختلاس که نکرده، دوزدی که نکرده، مال مردم رو که بر نداشته.
تازه اونایی که مال مردم برداشتن دارن راحت‌تر زندگی میکنن. تالیه داریم.